سلامی پر از مهر و صمیمیت نثارتان همدیاران، دوستان و استادانیان قدر، بنده هلال صبر هستم و اینجا تصمیم گرفتم شعری را از شاعر عبدالله رهنما بهر شما قرائت کرده باشم. نه حزب 24م و نه حزب نهضتم، نه حزب 24م و نه حزب نهضتم، نه جانب مخالف و نه از حکومتم. بالاتر از جناح و گروه سیاستم، یک دولت و یک انجمن و یک حقیقتم. من ملتی یگانه ناموس و وحدتم، من ملتی یگانه ناموس و وحدتم. دوری گروه بندی و خاری من گذشت، وقتی گریزگی و فراری من گذشت. با اختلاف نامبراری من گذشت، یک بیت یک ترانه سبزی محبتم. من ملتی یگانه ناموس و وحدتم، من ملتی یگانه ناموس و وحدتم. از ونج و پنج و رشت و زرفشان وطن شدم، از دهری و مجوس و مسلمان وطن شدم. از حزب و کیزب‌های پریشان وطن شدم. قوم و قبیله نیستم امروز ملتم، من ملتی یگانه ناموس و وحدتم، من ملتی یگانه ناموس و وحدتم. هم نرم طرز خاکم و هم سخت طرز سنگ، در روز ننگ ننگم و در روز جنگ جنگ. روزی نبرد وارخ و بحران اسفرنگ، روزی نبرد وارخ و بحران اسفرنگ. دیدی شکوه غیرت و کوه جسارتم، من ملتی یگانه ناموس و وحدتم، من ملتی یگانه ناموس و وحدتم. من کیمیای وصل شدن را شناختم، بازی این جهان کهن را شناختم. مفهوم دولتی وطن را شناختم، حسی وطن نشسته به خون و طبیعتم. من ملتی یگانه ناموس و وحدتم، من ملتی یگانه ناموس و وحدتم.